با سلام، میخوام یه نماد مالبن بهتون نشون بدم، ببینید حس کنید. دیگه بهتر میدید که خودتون مالبن همیشه جاساز نزدیک خودش داره. باید جایی که مالبن هستش رو به دقت کند و کاف کنید. این مالبندم میبینید یا اینکه فیلمو برم جلوتر. نمیتونید ببینید، من خودم نمیتونم ببینم. میرم جلوتر که هم شما ببینید هم من. متوجه شدید مالبند رو؟ یه مالبند خیلی زیبا، کار دست معمار. دست خوش معمار، دست خوش. نماد این مالبندا اصلا دست نخوردن، انشالله که هیچ وقتم دست نخورن، چون واقعا اینا آثار باستانی کشورمونه، گذشته ماست. امروز بیایم ببینیم و حس کنیم که معمار چه کاری میکرده. وی میدونید این وی یعنی چی؟ این وی یعنی همون وی